وقتی ملائکه می پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسئله طائف میگه من ملائکه از ببین کوه ها هست، بگیرم کوه مکه را، بگیرم کوه طائف، یک شده فرق مردم مکه، یک شده دیگه بزنم که کلشان تار مار شد. رسول الله صلی الله علیه و میگه نه، خیر است که سرم ترقاندن، خیر است که خون ما ریختاندن، خیر است که مرا لد کردن. دعوت می قسم است. دعوت هیچ وقت کس براتون نمیاره، گوری پلاو نمیاره. ما دعوتگرای پلاو خور که میگه بر ما هر وقت پلاو باشه و کباب باشه ما صحیح دعوتگر نیستیم. دعوتگر کسی است که به خاطر دعوت لط میخوره، دندانش میشکنه، خورای جاری میشه، از تخته پشتش پیش روش سگ زده میره و یک صحابی دیگه در مقابلش زید بن حارثه استاد میشه و میگه که زده میرن، گاهی سنگ در فرق قضیه میخورد، گاهی سنگ در فرق رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولی اینمی دعوتگری که اینمی قدر عذاب میکشه، دو ملائکه میگه اجازه بده که دو دانه خشت به دو تا کو مثل دو خشت است، ما یک کورازی دیگه گرفته، یک چیز فرق کل از آمده، فرق از که از کلش بیغم شوی، یک دانه کافر نمانه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که نه ما الله گفته که و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ما رحمت هستم برای عالمین. خیر است که پدرای ریش سفیدشان با ما مخالفت میکنن، مرا لط میکنن. امیدوار هستم که پسرای از اینا چی شوه مامانای دعوتگر شوه. و واقعا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینموت یک فکر داره، اینموت یک عقیده داره، الله متعال اکرامه پسر ابی جهل قماندان جنرال مسلمان مجاهد میسازه که در فتوحات روم سهم میگیرن.